ای مولای بی همتا، نظری از رفرف اسما بر این بندگان بینوا در عالم ادنا کن و قوه و استطاعتی بر اجرای وصایایت و تحقق نوایایت عطا نما. تو واقف بر حال پرملال این مستمندانی و تویی یگانه مجیر و دستگیر این درماندگان. آشفتگان آن روی دلاراییم، این غمزدگان را تو تسلی ده. خسته هجر و فراقیم، این ماتم زدگان را تو توانایی بخش. اگر مددی از عالم بالا به این ضعفا در ملک ادنا نرسد، کل مفقودیم و معدوم و از ثمره حیات کل ممنوعیم و محروم. پس دست اقتدار از جیب مشیت برون آر و این جمع پریشان را عزیز دو جهان کن. قیوم هموم و غموم را به ید بیضایت متشتت نما و در عروق این منجمدان روح حیات را به جریان و سریان آور. دست تطاول اولوالبغضا را کوتاه کن و دشمنان دینت را عبرة للناظرین فرما. امنای امرت را بر رفع این دو بنیان مشید تأیید بخش و به تأسیس مدنیت الهیه در شرق و غرب عالم هدایت فرما. اقویای ارض را بر نصرت و حراست این حزب مظلوم دلالت کن و صفوف مشرکین و مستکبرین و معاندین امر نازنین را به نیروی اسم اعظمت در هم شکن. هیاکل مجرده صافیه نورانیه که موعود کتاب اقدس تواند مبعوث فرما و به انفاس طیبه و تصرفات آن نفوس ملهمه این ظلمتکده عالم را رشک جنان نما. صوت رجال امرت را
به مسامع این مشتاقان برسان و از مهابت فریاد آن برگزیدگان مردگان فراش غفلت را حیات ابدیه مبذول نما. بانیان قصر مشیدت که در محنت و مشقتند در امور گشایش و برکتی احسان کن و بر اکمال و انجام مشروعات باهره آینده آیین خویش قوت و توانایی بخش. از خاک گهربار موطن اعلایت که به دماء شهیدانت ریان گشته، سنبلات علم و حکمت الهی برویان و بر اعلی قلل مدائن غربیه پرچم استقلال شریعت بها را به ید آن مجاهدان دلیر برافراز. از اقطار شمالیه که به نص قاطعت منشأ و مبدأ رجال آتیه اند، هیاکل مقدسه منقطعی مبعوث فرما و به نفسات روح القدس دمساز کن و به فتح مدائن قلوب در اقصی جنوب عالم مأمور ساز. و قبایل متواغزه اروپ و امریک و آسیا و افریق را در ظل ظلیل سراپرده اسم اعظمت محشور کن و بر تأسیس صلح اعظم و اعلان وحدت عالم انسانی نمایندگان شرق و غرب و جنوب و شمال را مأمور و موفق نما و مصداق اذن تری الارض جنة الابها بر مدعیان و مترددان ظاهر و ثابت کن. توی مجیر، توی دستگیر، توی بیننده و توی شنوا. بنده آستانش شوقی.